خدا کنه که اینا خیلی کرده باشم سرا. روز به روز خنک‌تر میشه، زمستونه. اگه پوفک برف افتاد دیگه خلاصه. چکون خورده نمیتونی از جا خود. سلام. خوبی بخیر سلامتی. شکر زنده باش. میگم برو جو. بله بفرمایید. همین خونه کی خیلی میکنین دیگه؟ خونه چی خیلی میکنه؟ همین سرا. این سرا؟ ها. چرا خیلی کنی؟ آخه ما این سرا گیرو کردیم. این سرا ما خیلی کنیم. ها دیگه. ما اشتباهی گیرو کردیم. شما خیلی نمیکنین خونه. خونه ما گیرو کردیم. ها مرارمه. بمی جمع دیرو وعدی بود. آن این شنبه تال خیلی نکردم. نه ما اشتباهی آمدیم. روزا زمستونه برو. ما هم حداقل بتونیم که میکنیم. میگم شما اشتباهی آمدین. چه اشتباهی آمدم؟ شاید سرا دیگه باشه ما سرا خوب گیرو ندادیم لالا. سرا نورالله امینیه. هیچ نه. بله؟ سرا نورالله امینیه. سرا نورالله. ها. کی به شما به گیرو داده؟ این بانگو ساعت سرات. اما چی بگیره دادم چیکاره؟ برار جو. ما 10 روز پیش سرار عظیمی نورالله چیکار شماره؟ برار منه. ما نورالله سرار با 5 لک دیپه گیرو کردیم گفت 10 روز بعد ما خونه خیلی میکنم. آخه برار ما نه سرا خود به گیرو دادیم نه هم به گیرو میدیم نه از این سرا بیرون میشیم. این سرا خود ما چرا بیرون شیم از سرا؟ همین نورالله بچه می ماما نوروز نیه. خب ماما نوروز هم که پیار منه. خب نورالله خود سرار از ما به ما به گیرو داد. خود 10 روز بعد سرا شما خیلی میکنین گفتم خوبه چند به گیرو داده؟ با 5 لک. با 5 لک روپیه. بله یا. حال روز جمعه دیرو وعدی بود امروز شنبه من گفتم بلکه خیلی کرده باشه. برارمه. ما خبر نداریم برو جو اگه بگیره داده باشه. نه چوب کن نه. ما نه سرا خود به گیرو میدیم نه هم نورالله به گیرو داده. نه هم نورالله به گیرو شما داده. به جریان نی که برار شما سرا به گیرو داده. آن پیار دیو. آن. نه. نورالله سرا به گیرو داده. چی خبر دارم؟ شما سرا ما نگاه بکردین. ها برارمه ها اشته نکنه همسرا کسی نگاه نکنه گیرو میکنه الا ما بیله نوروز پیار منه. چی گپه با سلام باید شما خونه بریم بریم. چی گپه بابا پیلالا بیانده میگه چه سرا خیلی نمیکنی سرا ما گیرو کردیم. چه کنه ماما جان ما همی سرا 10 روز پیش بچه شما نورالله نورالله ما همی گیرو کردیم با 5 لک دیپه گفت 10 روز بعد ما سرا خیلی میکنم ان 10 روز یا دیرو بوده امروز شنبه ان 11 روز شده بیانه گفتم چه کنه اگه سرا شما خیلی کنین زودتر بیتر چون زمستون بفهم اگه برف چیزی وقت با کلابار کش کردن نمیشه ماما بابا اشته نهی میگو نورالله به شما بگیره دو بله یا بعد کرد اشتباه کرد ما گشنه مونده که سرا خود گیره بودم کاکا بعد دیم سرا بدرشم با کجا برم بشینم شما اعصاب خراب نکنین نورالله خود مستقیم با ما بگیره نده بانگو سر پیچه ما سرای به کار داشتیم گوه نمی سرای حتی ما بیاندین سرا رو هم سعی کردیم چه نورالله ما نگفته پر اشته بوده که نورالله چه مور به جریان نقلشم دیگه نورالله اون موضوع شخصی شما کی سرا ما نگاه کردین؟ ما یار 12-13 روز بیشتر خب سرا حتی به سرا هم کسی نبودن ما بیاندین سرا نگاه کردیم ما امروز که برفتم میمین خورده رفته ما سرا نگاه کردیم دلجام شدیم سرا تایید کردیم رادی بیا آمدیم گیره خط نوشته شو پولار هم بس کن برگو درس بس این نورالله چه تکارا برو کرده؟ کاکا جان پولا را ادم خود نورالله بس پولا که خیلی کبر برد ما سرا بکن میفهمی چنده؟ با 5 لک با 5 لک؟ گیرو داده. تو بگی زنگ بزن میگم کاکا جان ما به چی دلیل سرا خود گیره بدیم ما پول ما چکار کنیم دیگه اون موضوع شخصی خود شما نکاکا جان من نمیفهم که پول ما شخصی نداره ما نه سرا خب بیرون میشیم نه ما گیرو داده سرا. تو بگی ما شما را نورالله زنگ بزن باشه من گوشی خب بیارم. بیارم گوشی آره برو جون من گوشی دارم بیا شماره بزن خود شما زنگ زنگ گوشی خب است. و برو من شماره از اون ندارم من شماره نورالله ندارم برو جو زنگ خود تو خودو گفتی صبر کن شما پیش خود سرا را گیرو نمیکنه. بله لالا بیشتر خواهیم بخیر سلامتی شکر میگم لالا همین اسمش چیه؟ رمضان همین لالا رمضان بیانه به درس را میگه چه خونه خیلی نمیکنی خونه رو ما گیرو کنه شما کی خونه رو به گیرو داده خونه خود ما چرا شما به گیرو بده ما این چکا
شما بیان یک دقیقه لالا بیان خودی نگه بزنید چطوره که داده گام کارو کلاک بیاین، کرده بیاین. واجبات ما گفتم نه ما لالا ما سراغ بیر نمیشیم بگیریم مراد جو کولار بدادیم همه گیره و خط نوشته شدی و بانگا اینجا خب سعی کنه بابا. مسخرگیه لالا جو که بیای خود خدا من رحمه. رفت کنه اسم شما رمضانه. بله ها رمضان جان کلا خودم خودی چیزم بسید همه کارا بکنه گیره ما سراخ میگیره نمیدم کی مد میای بشه نورالله؟ نمودم نورالله کی گفتن میای؟ من میام این معامله شما مثل که ذاتمند زیر کاسه نیم کاسه بفهمیدیم ماما جو با بانگا سرک بلده بلدم من ها میرم به تا بانگا میرم معطل شما به چی شما شیشتم بیایم اینجا معامله خب به تا بانگا حل پس خوبه صحیحه خوبه من منتظر شما من اعمال جوری به بانگا میرم بسوختی در گرفتی مثل من دیگه نمیری به تلو خنک شده چه کار میشه بیایم دیگه نمیری به من دو باران باران زمین آتر میشه غم نخور یاریم هوا بیتر میشه کجا بدی لالا نیلولا دانای باران بباره ما رو تر کجا بده گیلا؟ کجا بده؟ خود بابا برفته بدم برای چی میشم بابا را دیگه منم بابا از این خط پک میشم مثل چی گپ نشده مدام چی شد بابا؟ کی؟ بابا چی شد؟ بابا دیگه من جلوی بیامدم من ندیدم خیال مسئله در سر وای خیال مسئله رفتم خوبه بریم سرا چری؟ بریم کارم کار دارم به من؟ دم سرا ما کسی آمده بود؟ کی؟ دم سرا ما یا نه. تو خبر نداری؟ نه من مال عجیب نمودم میگن تو خبر نداری بابا ما جلوی کی آمده بیده؟ خاطر مال پیشتر عباس زنگ زد گفتن نفر دم سرا آمده وجودی بیا به سرا بیا گفتم چرا؟ خب باشه میام امون داره؟ نه میمون ندارم بیا خوبه بیا بیایم به میدان خراب این زمستون ما کجا بریم بیشیم از سراغ من نمیفهم که این دیوانه شده این چی رقمه این چی رقم بوده بابا کولارم بستندن رولا با کجا کردن کولار مال من همین تو بگم 10 از پیش کولار بستنده 5 لگه کولار بستنده اگه این کولار برد که میستون که ما و شما میدیدیم چی شد پس این کولار نه شما خبر داره نه عباس خبر داره نه گیله خبر داره نه من خبر دارم پس این کولار کجا کرده و برده اصلا هیچ کدوم ما خبر نداره چی کار کرده پیله اما که مادر بدون بعد دوباره میگو که نه نمیزد کنیم ما بستون میگه کار ما بکنم من چی خبر دارم که چی کار میکنه بده که اول بیان تا چه از سراغ بیرون نمیشین چرا اسرا ما گیر کرده بابا یک گپ دیگه هم هستم خیلی وقت بابا می غلام نورالله می گپ مرتضی میزنه که ما اگه پول میرسیم این مرتضی شریک میشین خب پول داره چه کار فلانه فرض روز میشه خودی ما اصلا به خونه گپ هم نمیزنم که من خونه میام میشینه فکر میکنم ما پس بازار میشه میره من میگم شک کردم ولی که اون از خدا چی بابا کنه خب امی تکا میفهمی گپ دونیه یعنی پول بده به خسار خدا دهی مرتضی داره خسروشته نداده همین گپ بگه نشده هر چی ماستی بگیم شاید اون روز به اوشو فکر با طرف این مرتضی بود که ما شریک شد اما که مادر بدون من خبر میشدم اگه به شما چی نمیدیم ما که باید بگفتی دیگه باشه بیا با خدا گرد نکنم آقا بله وقتی من بیام خیلی بردم بگم این سر گفته کنم نخی بخمین را برای پس را برای من بیرم وقتی که روز سر کنم این گفته کنم خوبه برو بیا یعنی شما خدا گرد نکنم این رو کم هست میگم نیرولا بله بابا امروز یک نفر بیام به درک سرام و می سرام تخلیه کنم کجا بده عباس؟ یا ناشد کجا بدی؟ شمیدار بردم به سلام کمیلا؟ ها بکن بیا عباس های جریان تو لالا اختلاف بیامده بیا لالا من که بیامده و در سرا گفت چه شما این سرا خرید نمیکنه تو خرید چی؟ خیلی سرا ما گیره کنیم اشتنه چه کاره؟ راست میگه بابا من سرا به گیره دادم گیره داره؟ ده روز میشه من سرا به نفر به گیره دادم گیرم چیه؟ سرا به نفر دادم که بیا بشینه ما از اینجا میره سلام آه به گیره دادم خوب خوب
سرار ما با 5 لک یعنی روپیه ما به تهران بریم. نه همینجی ما باز که شما سرای کرام چوب بیادره تو سر بده اختلاط کنه خب سرار بابا ما با 5 لک روپیه ببین این سرار از ما دیگه مرتکه مفتم است اونا. 5 لک پول مستنده من میگذاری که گاب سرو گپا ما خلاص شه ما بیریشیم. خب سه گپا ما خلاص ببینید ما خانه خودی نمیشم. والا شما 5 لک مرتکه بیای بشینم ما خانه خودی نمیشم. در روز میشه شما 5 لک پول مستنده چرا ما چی نمیگین شما کو نمیذاری که من گاب سرو نمیذاری گاب سرو یا نه خب گرد سرار با 5 لک روپیه برای اون بگیره خب دمی براده بفهمیدین در روز میشه خب پول کار ما بستون خب بفهمیدین جلوی چیکار کردی پول کار ما به جای نکردم بعد ما دست خصوص ما مبدلی ماشین بابا عمر بستیدی بعد دیدی ولی مرغ مرده ها چرا مرغ مرده بابا همین جا شیشته بیدم نمیگه که زندگی تو خوب شکل نه ما باید گونه مثل هم بره. بابا شما این شیشته بود شما این شیشته بود نگفتم بابا ما با چی درس خون شما نگفتم همین گرد دنیای پوله بنده و خصوص با 5 لک پوله نگو پولو ما جمع چیز که بدل ولی مرغ مرده بابا کجا میشی بیگونه نیه که مار بخوره صبر کن من میشه بدم اسم کجا برو با شما خونی بابا ما کرام میکنم مرد چند کرم میگی بود 5 تا خب هر چی که کرا کردم خونی به شما کرام میکنم ولی ما خونی خونه به این مرتکب بدم دیگر راهی هم ندارم هم 5 لک مگر دیگه سب کام کرو بدی دیگه چرا سرا خب چی چرا ما چی نگفتم ما پیاده داریم دیگه من هم ببرم دیگه مرغ دل دل. ابا چرا گام بذاری همه تا در سال کیار ما کی به فکر ما شد نگو. تو کی شد فکر ما کی شد فکر از یادم نگو. ولی ما برای کلام شما ما به فکر شما میشم پیار ما پاسو بالا دست بداره دلولا جو تو تا فکر ناموس لده که دیگه من کار کنم نه کار میکنم تو صحیح نه کردم بابا دیگه این تو میفهمی میری با بانگا دلار افسور خو میستونی میری با بانگا که مثلا با بانگا شیشته لوکای هم هست این تو میفهمی تا زمانی که من زنده بودم که میسرم قدر نمیکنم هر وقت که بمردم هر کار مهم خدا نکنه بابا اگر میت مدی میسرم ما قدر بابا نمیکنم رو بنا بشوال کلا مرتکب بستون احتیاط خودی. پول داد نه بابا تو برو بستون میام بابا میگی مخته شده دیگه چند وقت دیگه نه ما دیگه نمیتونم بابا این تو گفت میگم میت مدی سر قدر میکنم کی بابا بفهمیدی یا نه بشین که کی بابا هر وقت که مردم کی میمونه دیگه اگه خدا خواست تو سلات بکنه بشین بابا میگم میمورم من باید بگیری بگو خدا نکنه میگه که خود نمیگم بیا اگر من نباشم 20 سرپرست میمونی نه کسی دیگه که سرا بداده بگیره بده به کجا بشینی وقتی بابا خود شما خودی بریم با اونا گفت میگه مثلا خود نمیدم بگیرم دیگه پیار رو بده بابا مرتکب نیک بزنی که بعد میشه شما بزنم یک بوکس به شما بزنم بابا باد میکنه خوب بابا من بیام نه یا تو یارو دیگه چه پکر نکنه برسینیه ولی اول شهر تنجی شهر نیم است که چاقلو میبیده ولی چاقلومبی باشه شهر زرد باشه تو کجا بیدی که چاقلومبی بوده مثلا مرتکب چاقلو با پول داره بیشتر بگیره دادن سرار به گیره دادن ما از این سرار میریم بیرون میشه 5 لک پول برسونده بعد ما خسر خو یعنی ما اتاق منم بستندم از اتاق بیری شد گیره یقا تو کجای اتاق تو هیچ چیزی همه خونه به گیره داده نه بابا مرتکب بیه خودی زنم چه گفت داره میشه بابا وقتی گیره گرفت به دیوار بوده وقتی یا گفت نازل تو از سر به گیره مهم میشه که گیره چیه بابا مرتکب بیه خودی چرا بشه که من پیشینه به اتاق خونه بابا گازی دار بابا لولی واسه که اون روز که ما به دیر میمونی بدیم جا خونه نگاه کنیم اثر دار میگه چاکو دیگه چاکو دیگه چاکو از زیر دار بابا نور بده خوری خود به پیار خود بگیره رو نمیدم میفهمی؟ آقای مرتکب میرم خونه خیلی کنیم نه بابا چی میتونی بگی؟ ای بریم میشه بابا بزنم مشت کلو چی کن ها؟ نمیرم اون خونه کسی نیه توش نمیرم اگه میشه که زدم خب بابایی تو فعال باشه که من زنگ میزنم چهره بزنم نه بابا حالا مثلا 3 لک بعد بخیر خوشی علی سرا بری این طرف که دوباره رو جلو می شرا بگیر آجی سرا بری چی؟
یک بود تانکاری خرابش، یک بود شلنگای. کجی دانه میگم یک زنگی به لالا رمضان بسی که بگو سکممو سرار خالی کردم و به نانه بگو اگه سرار بگرفتم بگو تختی خیرت پیرتا جمع کنین که برین دیگه نه یک زنگی بسی بیتره ده گفتم صاحب که زنگ زنم یا خواری بگیرم اشته خونو که امروز ولی لالا میگو مدر میگم امی سرار بگرفتین که تختی همی خیرت پیرتا جمع کنین بخیره بیاین به اون سرار دو چی؟ قلم غلو داری؟ و زنگ میزنی؟ خوبه چی قلم خلو میگی؟ لولو میگم با من زنگ میزن و مال قلقلو میکنیم دارم چی قلقلو چی؟ کنم؟ چی گپه؟ نمیفهمم برو بگو و تخت خیرت پیرتا جمع کنی باش برو ای تو هم کار بگو قلبه شده این قلبه شده این زیر زنگا پاک بخورده بیدی ای امی چکه ای دیگه تیار نمیشه یا روز دیگه یا 2 روز دیگه به این سراباشی زیر درم کنم پاک زنگایی بخورده علی فیزلی پیچ شده